مجوی دیار کریه که سیستمین اکلدیف اکن عراقی به شیوین کودتاین سربازی و خوین رشتنه درباز بویه. حتی ویدمی لی سال 2050 جبری 11 سالان سروک مام جلال به اکم سروک کرد و بشویه که دیموکراسی و حل بجارتن ده سالاتا سروکاتیا کمارا عراقی گرتیه دست. و سروک مام جلال به کاریزما خویا تایبت شیا همی لاینین عراقی لی بن چتر آشتی کم و بکد و ببیتا سنبلاپک و جیانه و آشتیه نک بتنه لی عراقی بلکو لسر آست روشلال داناوین و سرانسری جهانه. توی جروکان و نوسریکانی گوری عرب نزای چاکبونوان بود خواد بلام لم کاتانه بو که زورگ لسر کمارکانی ولاتانی عربی که روبروی انتفاضه و لناوچون و ملحق کردنی یاسایی و گرتنو بونمونه لولاتی لیبیا لولاتی مصر لولاتی تونس لسندی ولاتی تر سر کمارکانی ولاتانی عربی که عرب بون توش ملحقی یاسایی کاری امد بونو بلام لم کاتانه مامزلال همو عرب و کرد هم نتوکان زای خیلی هم بود که بزودترین کابگرتو. لاین سیاسی و ولاتین دهوکه به شانازی و دبینن که سروک مام جلال اکم سروک عراقا فیدرال کرد بویو رولی وی ده پیگاه سیاسی دا بلند بهادکن. مام جلال وکو کساتیه که کاریگر و خودان رول بزاوارزگاری خواه کردستان دا ورگرتنا وی پوستی حمایه بی که آرمان جن بزاوارزگاری خواه کردستان پیدا کردن عراق که دموکراتی آرمانج گهشت لی مخابنی پشتی 11 سالش و ریدانا دیروکیت عراق دا هاتیه درباز بین والاتیا کو مام جلال پشت خو هلای افریقا شینوار توی دیارن و او شراکتا کو کردان امید و پیویا که مزن و چون بغداد افریقا کتیجر مترسیه که راستقینه یان بهای وی سر عرض واقع گلک آواز بی و اوجی عراق برف آینده که ندیار ود بتن. کساتیا حوال مام جلال بگو من عراق دا روشالات آنوین دا امشین بیجی کو سر کردی یعنی اشتبلی دستانه ایک شوان سر کرده که هر ابنو دنگل روشالات آنوین ورگرتنا پوست سروکاتیه جیل که عراق بگو من هیویه که گلک مزن دفر کرده که پیدا کرد. کساتیه که وسا پوسته که وسا ور بگریدن اوشی جه فخر و شناسی ابو هر کرده که قوناغ و بزاوارزگاری خاص دولت کاور که عراق بگیتوی آسته که سروکاتیا عراق بگد. سروک مام جلال به کسی که شارزا و سیاست مدار و آشتیگر دهتن یاسین نخواستمه که جبری 11 سالان سروک مام جلال به ایکم سروک کرد یه عراق فیدرال دست بکار بو که افچنده جه شانازی و سربلندی هر کرده که بویه. ریبرشالی بادینان ساد دهوک.